علاقه دیوونه کننده به آنتی اکسیدان‌ها و نگاه شوالیه طوری که به اونا میشد برای مبارزه با پیری یه پس‌زمینه تاریخی داره. در اواسط قرن 20 دانشمندا دیدن ترکیباتی مثل ویتامین C، ویتامین E میتونه با آسیبای ناشی از رادیکال آزاد مقابله کنه. رادیکال‌ها مولکولای ناپایداری هستند که فکر می‌کردن در پیری و بیماری‌های مرتبط باش مثل سرطان نقش داره. تحقیقات اولیه هیجان انگیز بود، منجر به فروش مقدار زیادی از مکمل‌های آنتی اکسیدانی شد. با این حال همونطور که درک ما از بیوشیمی عمیق‌تر شد به مرور زمان، فهمیدیم که رابطه بین آنتی اکسیدان‌ها و پیری پیچیده‌تره. به این سادگی نیست که یه قرص بالا بندازیم و طول عمرمون زیاد بشه. بدن خود به خود مکانیزم‌های دفاعی آنتی اکسیدانی پیچیده‌اش رو داره و بار بیش از حد آنتی اکسیدانی میتونه این تعادل مختل کنه. یه بینش دیگه هم که پیدا شد این بود که دیدن رادیکال‌های آزاد انقدر هم آدم بده نیستن و نقشایی هم توی بدن ایفا میکنن. مثلا توی سیگنالینگ سلولی نقش دارن. همین باعث شد کم کم کنار بذاریم تئوری آنتی اکسیدانیو و بریم سراغ عوامل دیگه پیری بگردیم.